شرایط کنونی جهان فرصتی شاید تکرار نشدنی برای جنبش عدم تعهد است. سخن ما آن است که اتاق فرمان جهان نباید با دیکتاتوری چند کشور غربی اداره شود. باید بتوان یک مشارکت دموکراتیک جهانی را در عرصه مدیریت بین المللی شکل داد و تضمین کرد. این است نیاز همه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از دستاندازی چند کشور زورگو و سلطه طلب زیان دیده‌اند و می‌بینند. شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و سازوکاری غیر منطقی، ناعادلانه و کاملا غیر دموکراتیک است. این یک دیکتاتوری آشکار و یک وضعیت کهنه و منسوخ و تاریخ مصرف گذشته است. با سوء استفاده از همین سازوکار غلط است که آمریکا و همدستانش توانستند زورگویی‌های خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل کنند. آنها میگویند حقوق بشر و منافع غرب را اراده می‌کنند. میگویند دموکراسی و دخالت نظامی در کشورها را به جای آن می‌نشانند. میگویند مبارزه با تروریسم و مردم بی‌دفاع روستاها و شهرها را آماج بمب‌ها و سلاح‌های خود می‌سازند. در نگاه آنها بشریت به شهروندان درجه 1 و 2 و 3 تقسیم می‌شوند. جان انسان در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین ارزان و در آمریکا و غرب اروپا گران قیمت گذاری می شود. امنیت آمریکا و اروپا مهم و امنیت بقیه بشریت بی اهمیت دانسته می شود. شکنجه و ترور اگر به دست آمریکایی و صهیونیست و دست نشاندگان آنها صورت گیرد مجاز و کاملا قابل چشم پوشی است. زندانهای مخفی آنها که در نقاط متعددی در قاره‌های گوناگون شاهد زشت‌ترین و نفرت‌انگیزترین رفتارها با زندانیان بی‌دفاع و بی‌وکیل و بی‌محاکمه است، وجدان آنان را نمی‌آزارد. بد و خوب کاملا گزینشی و یک طرفه تعریف می‌شود. منافع خود را به نام قوانین بین المللی و سخنان تحکم آمیز و غیر قانونی خود را به نام جامعه جهانی بر ملت‌ها تحمیل می‌کنند و با شبکه رسانه‌ای انحصاری سازمان یافته دروغ‌های خود را راست و باطل خود را حق و ظلم خود را عدالت طلبی وانمود می‌کنند و در مقابل هر سخن حقی را که افشاگر فریب آنهاست دروغ و هر مطالبه بر حقی را یاغیگری می‌نامند. دوستان، این وضعیت معیوب و پرزیان غیر قابل ادامه است. همه از این هندسه غلط بین المللی خسته شده‌اند. جنبش 99% مردم در آمریکا بر ضد کانونهای ثروت و قدرت در آن کشور و اعتراض عمومی در کشورهای اروپای غربی به سیاستهای اقتصادی دولتهاشان نیز نشان لبریز شدن پیمانه صبر و تحمل ملتها از این وضعیت است. باید این وضعیت نامعقول را علاج کرد. پیوند مستحکم و منطقی و همه جانبه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد میتواند در یافتن و پیمودن راه علاج تأثیرات عمیقی بر جای بگذارد. حضار محترم، صلح و امنیت بین المللی
از جمله مسائل حاد جهان امروز ماست و خلع سلاح‌های کشتار جمعی و فاجعه بار یک ضرورت فوری و یک مطالبه همگانی است. در دنیای امروز امنیت پدیده‌ای مشترک و غیر قابل تبعیض است. اونها که سلاح‌های ضد بشریت را در زرادخانه‌های خود انبار می‌کنند حق ندارند خود را پرچمدار امنیت جهانی قلمداد کنند. این بیشک نخواهد توانست نیز امنیت را برای خود آنها به ارمغان آورد. امروز با تأسف فراوان دیده می شود که کشورهای دارنده بیشترین تسلیحات هسته‌ای اراده‌ای جدی و واقعی برای حذف این ابزارهای مرگبار از دکترین نظامی خود ندارند و آن را همچنان عامل رفع تهدید و شاخصی مهم در تعریف جایگاه سیاسی و بین المللی خود می‌دانند. این تصور به کلی مردود و مطرود است. سلاح هسته‌ای نه تأمین کننده امنیت و نه مایه تحکیم قدرت سیاسی است، بلکه تهدیدی برای این هر دو است. حوادث دهه 90 قرن 20 نشان داد که داشتن این تسلیحات نمیتواند رژیمی همانند شوروی سابق را هم حفظ کند. امروز نیز کشورهایی را میشناسیم که با داشتن بمب اتم در معرض امواج ناامنی‌های مهلکند. جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح هسته‌ای و شیمیایی و نظائر آن را گناهی بزرگ و نابخشودنی می‌داند. ما شعار خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را مطرح کرده ایم و به آن پایبندیم. این به معنی چشم پوشی از حق بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید سوخت هسته‌ای نیست. استفاده صلح‌آمیز از این انرژی بر اساس قوانین بین المللی حق همه کشورهاست. همه باید بتوانند از این انرژی سالم در مصارف گوناگون حیاتی کشور و ملتشان استفاده کنند و در اعمال این حق وابسته به دیگران نباشند. چند کشور غربی که خود دارنده سلاح هسته‌ای و مرتکب این کار غیرقانونی‌اند مایلند توان تولید سوخت هسته‌ای را نیز در انحصار خود نگه دارند. حرکتی مرموز در حال شکلگیری است تا انحصار تولید و فروش سوخت هسته‌ای را در مراکزی با نام بین المللی ولی در واقع در پنجه چند کشور معدود غربی تثبیت و دائمی کند. طنز تلخ روزگار ما آن است که دولت آمریکا که دارنده بیشترین و مرگبارترین سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی و تنها مرتکب به کارگیری آن است، امروز می‌خواهد پرچم مخالفت با اشاعه هسته‌ای را به دوش بگیرد. آنها و شرکای غربیشان رژیم صهیونیستی غاصب را به سلاح‌های هسته‌ای مجهز کرده و برای این منطقه حساس تهدیدی بزرگ فراهم کرده اند. اما همین مجموعه فریبگر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را برای کشورهای مستقل بر نمی‌تابند و حتی با تولید سوخت هسته‌ای برای رادیوداروها و دیگر مصارف صلح‌آمیز انسانی با هر چه در توان دارند ستیزه‌گری می‌کنند. بهانه دروغین آنان بیم از تولید سلاح هسته‌ای است. در مورد جمهوری اسلامی ایران آنان خود می‌دانند که دروغ می‌گویند، اما سیاست ورزی اونگاه که کمترین اثری از معنویت در آن نباشد
دروغ را هم مجاز می شمارد. آیا اون که در قرن 21 زبان به تهدید اتمی می گشاید و شرم نمی کند، از دروغگویی پرهیز و شرم خواهد کرد؟ من تأکید می کنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد کرد. شعار ما انرژی هسته‌ای برای همه و سلاح هسته‌ای برای هیچ کس است. ما بر این هر دو سخن پای خواهیم فشرد و می‌دانیم که شکستن انحصار چند کشور غربی در تولید انرژی هسته‌ای در چهارچوب معاهده عدم اشاعه به سود همه کشورهای مستقل و از جمله کشورهای عضو جنبش عدم تعهد است. تجربه 3 دهه ایستادگی موفقیت آمیز در برابر زورگویی‌ها و فشارهای همه جانبه آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی را به این باور قطعی رسانده است که مقاومت یک ملت متحد و دارای عزم راسخ قادر است بر همه خصومت‌ها و عنادها فائق آید و راه افتخارآمیز به سوی هدف‌های بلند خود را بگشاید. پیشرفت‌های همه جانبه کشور ما در 2 دهه اخیر واقعیتی است که در برابر چشم همگان قرار دارد و رصد کنندگان رسمی بین المللی مکرراً بدان اذعان کردند و این همه در شرایط تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی و تهاجم تبلیغاتی شبکه‌های وابسته به آمریکا و صهیونیسم اتفاق افتاده است. تحریم‌هایی که یاوه‌گویان آن را فلج کننده نامیدند نه تنها ما را فلج نکرده است و نخواهد کرد، بلکه گام‌های ما را محکم‌تر و همت ما را بلندتر و اطمینان ما را به درستی تحلیل‌های خود و نیز به توانایی درونزای ملتمان راسختر کرده است. ما یاری خداوند را در این چالش‌ها بارها و بارها به چشم دیده ایم.